رحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین، العبد المؤید والرسول المسدد، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، ابي القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، لا سیما بقیة الله فی الارضین، و لعنة الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم، و قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. موضوع بحث ما پیرامون غدیر تا کربلاست. برای غدیر اهمیتش همین بس که به عنوان یک سند اصلی مکتب تشیع معرفی شده. تشیع چند تا سند داره و هیچ عاقلی سند رو پاره نمیکنه، هیچ عاقلی سند رو گم نمیکنه، هیچ عاقلی سند رو به فروش نمیگذاره، هیچ عاقلی نسبت به سند بی تفاوتی نشون نمیده. هرچه ارزش اون متاع بالاتر، سندش هم مهمتر. مکتب تشیع چند تا سند داره، گوش کنید. یکی قصه غدیره. 1 ساعت و 10 دقیقه پیغمبر اکرم سخن فرموده به امر خدا که سخن پیغمبر به 11 بخش تقسیم شده که امشب ما بخش 3 و 4 رو میخوایم خدمتون تقدیم بکنیم. یکی از اسناد شیعه حدیث کساس که متاسفانه بعضی ها نسبت به حدیث کسا کم لطفی کردن، بی سلیقه‌ای کردن، نسبت به حدیث کسا بی مهری کردن. حالا نمیدونم اسمشونو باید محقق گذاشت یا مأمور دشمن گذاشت یا دوست احمق گذاشت، نمیدونم. کسایی که به حدیث کسا حمله کردن و به اعتبار او تشکیک وارد شدن و با چاپ مفاتیح جدیدشون حدیث کسا رو حذف کردن، فقط به بهانه این که بعض از عباراتش چنین است و چنان. این خواهرها رو ساکت کنید. یکی از اسناد مکتب تشیع زیارت ناحیه مقدسه است که متاسفانه بعضی ها به این سند هم حمله کردن. حمله کردن به اسناد 2 جوره. یه وقت دشمن حمله میکنه، طبیعیه. دشمن دنبال اینه که انسان رو خلع سلاح بکنه.
یه وقت دوست نادان سند رو دست دشمن میده. این درد رو باید به کی گفت؟ من خودم توی تلویزیون شبکه فلان خودم دیدم، خودم شنیدم، با واسطه نمیگم، از فلان آقایی که امام جمعه فلان شهرم هست و اون شهرم خیلی مهمه، گفت از من سوال کردن که برای سید الشهدا چقدر گریه کنم. من به اون جوان گفتم همونقدر که برای ننه و بابات گریه میکنی همون اندازه گریه کنی کافیه. و بلا فاصله بعدش این جمله رو فرمودن: مگه زین العابدین بیکار بود که 34 سال گریه کنه؟ یعنی این آقا فهم خودش رو اگر باشه، اطلاعات خودش رو اگه داشته باشه، علم خودش رو اگر وجود داشته باشه، بر علم و اطلاعات و شعور و فهم سید ابن طاووس مقدس اردبیلی، اشعباس قمی، علامه امینی، شیخ صدوق، شیخ مفیدی که امام زمان به او خطاب برادر میکنه، خودشو از اون بالاتر میدونه. اونا میگن 34 سال تا بعد از قصه عاشورا زین العابدین زنده بود و به هر چیزی که میرسید گریه میکرد. آب میدید گریه میکرد، قصابو میدید که ذبح میکنه گوسفندشو گریه میکرد و وصلش میکرد به قصه کربلا. آقا میاد خیلی راحت برای اینکه 4 تا مثل خودش خوششون بیاد میذاره کنه. یه وقت یه وهابی حرفو میزنه، مولوی نمیدونم کیه که حرفو میزنه، دعوا نیست، بحثی نیست. وقتی یه آخوند شیعه اینو میگه، این آدم باید دادشو به کی بزنه؟ با کی درد و دل کنه جز امام زمان؟ به کی آدم باید پناه ببره جز خدا؟ که بعضیا به کجا میخوان کارو برسونن؟ به پیراهن مشکی گیر میدن، دل میمیرونه. به عشق گیر میدن، به سینه زنی گیر میدن، به زنجیر زنی علنا تو سخنرانیش میگه که نوارش موجوده. زنجیر به الاغ میزنن، شما به خودتون میزنی. باید چی کار کرد؟ خانم اگه اومدی روزه به خاطر امام حسین حرف نزن. اگه برای روزه اومدی توجه فرمودی؟ بابا اگر نمیتونی آب بیاری تو رو به امام حسین کوزه هم دیگه نشکن. آب نمیاری نیار، خدا پدرتو بیامرزه، کوزه نشکن. با اعتقادات مردم نباید بازی کرد. برای اینکه من نمیپسندم، سلیقه من نمیگیره. مگه سلیقه من و تو ملاکه؟ سیره اهل بیت، عمل کرد معصومین و بزرگان دین، اونا خط کش حق و باطلن. هیچ آدم عاقلی سند پاره میکنه؟ من یه خواهش دارم ازتون، تو سخنرانی قبلی من سالهای قبل گفتم، دوبارم میگم، امروز فعلا تو مملکت ما کارایی که سنی و وهابی میکنه تکرار میشه. حفظ قرآن خیلی هم خوبه، خیلی عالیه،
حفظ قرآن کاری با سنی و شیعه نداره. قرآن اونا قرآن ماست، قرآن ما قرآن اوناست. حتی اونا قرآن ما رو قبول ندارن ها. چون انشالله عمره که مشرف شدید قرآنی که ایران چاپ کرده ببر از دستت میگیرن مثلا سلط آشغال ببر تا بهت بگم. اونا قرآن ما رو قبول ندارن، میگن تحریف شده است و کمش کرد و زیادش کرد. این حرف. اما یه سوال، امروز بهترین قرآن در جهان اسلام سعودی چاپ میکنه. دیگه ما خودمون رو بکشیم، بعضی اونا از نظر چاپی نمیتونیم چاپ کنیم. چه قدم حافظ قرآن میدن بیرون، مصرش، سعودیش، خود ایران. چه قاریای خوبی داریم، عالی، همیشه هم امتیاز آوردند و میارن. اما آیا اینقدر که رو قرآن سرمایه گذاری میکنیم و تشویق میکنیم که قرآن حفظ بشه، به همین اندازه هم تشویق میکنیم که جامعه کبیر حفظ بشه، ابو حمزه صومالی حفظ بشه، دعای ندبه و دعای کمیل، ناحیه مقدسه و خطبه قدیر حفظ بشه؟ من شب اول از این همه جمعیت پرسیدم کدوماتون از اول خطبه قدیر تا آخر خطبه قدیر رو مطالعه کردید؟ یک نفر دستشو بلند نکرد. نه اینجا مدتی است من تو کشور دارم رو همین بحث کار میکنم. شیعه خطبه قدیر نشنیده باشه سنی بشنوه؟ شیعه خطبه قدیر ندونه مسیحی بدونه؟ شیعه سند تشیعش رو نفهمه زرتشتی بفهمه؟ یهودی بدونه؟ سرمایه گذاری امروز رو چی داری میشه؟ رو چیزی که سعودی هم سرمایه گذاری میکنه؟ آقایونی که دستون به دهانتون میرسه، اگه شیعه امیرالمؤمنینید که هستید دور هم جمع بشین، اعلام بکنید. آقایی که تو خیریه ها کار میکنید و برای معرفی خیریتون گاهی مسابقه میگذارید، مسابقه بگذارید. هر کس خطبه قدیر را حفظ کرد یه عمره میبریمش، یه کربلا میبریمش، یه حج بهش جایزه میدیم. علی نمیارزه که بگی یه پراید بهش میدیم، پراید و زانتیا و سمند و به جای جیلیکس و اینا. برای چی الان تو تلویزیون دارن روش بانک ها و بانکداری داره روش سرمایه گذاری میکنه؟ چند وقت پیش دیدم پفک نم چی مسابقه گذاشته که کدوم شماره هر کی بده یه زانتیا بهش میدن. رو پفک دارن زانتیا خرج میکنن. ما رو امیرالمؤمنین نمیخوایم میدون بیان؟ علی اینقدر نمیارزه؟ اصلا ما نمیخوایم سنی شیعه بشه. با ما به کی بگیم؟ ما نمیخوایم مسیحی مسلمان بشه، ما نمیخوایم یهودی مسلمان بشه، ما نمیخوایم زرتشتی مسلمان بشه. ما میخوایم شیعه نره دست از تشیعش برداره. ما میخوایم بچه هامون از علی جدا نشن. این دادو به کی بگیم؟ این غم رو به کی بگیم؟ نمیخواد رو دشمن سرمایه گذاری کنیم، نمیخواد رو بیگانه سرمایه گذاری کنیم. بیایید رو خودیا سرمایه گذاری کنیم، بچه های خودمون. یه زمانی خطبه قدیر تو همین یزد شما، اسنادش رو دوستان اوقاف به من نشون دادن، تو همین یزد شما یک زمانی و تو اصفهان ما به خصوص خطبه قدیر جزء مهریه عروس خانم نوشته میشد. تو همین شهر مقدس خودتون. چطور ما تو مهریه عروس خانم می نویسیم مهر السنه حضرت زهرا، هدیه کلام الله مجید، پشتش این بود خطبه قدیر. تو جلسه عقد یه خطبه قدیر برای مردمی که اومده بودن جشن عقد خونده میشد. تو مراسم عروسی خطبه قدیر برای مردم خونده میشد. منبری نبود که در فرازهای اون منبر قسمت‌های از خطبه قدیر به گوش مردم نرسه. امروز چطور شده
که نسل امروز ما دیوید بکام رو از امیرالمؤمنین بیشتر میشناسه، فوتبالیست رو از حسین ما بیشتر میشناسه. ما کوتاهی کردیم، از ماست که بر ماست. ما برای شب یلدا که 1 دقیقه و چند ثانیه از بقیه شبهامون بلندتره، تا 2 بعد نصف شب برنامه ویژه داشتیم. شب یلداست، چه بازی برای شب یلدا. برای امیرالمومنین چی؟ اونم مثل شب یلدا بیاین میدون، اونم مثل بقیه مراسم ها بیاین میدون. چرا وقتی به امیرالمومنین میرسیم پنچر میشیم، شل میشیم، وا میریم؟ مملکت امیرالمومنینه. مقام معظم رهبری بارها و بارها فهمیدن این مملکت امام زمانه، مملکتی که مال حجت ابن الحسنه، ملتش باید حافظ خطبه قدیر علی باشن. چون اتفاقا یکی از سخنرانی های امام زمان وقتی ظهور میکنه احتجاج به خطبه قدیر که جد ما پیغمبر چنین فرمود درباره علی، چنان فرمود درباره علی. امام زمانم اگر میاد با خطبه قدیر میاد، اون موقع والله به جان امام زمان مردم سرمونو پایین باید بندازیم، شرمنده آقامون بشیم که کم علی گذاشتیم. ان تقول نفس یا حسرتا ما فرطت فی جنب الله. در سوره زمر آیه 56 قرآن میگه یه عده‌ای هستن تو سرشون میزنن، میگن ای وای بر ما تفرید کردیم در جنب الله. جنب الله یعنی محمد و آل محمد. کم گذاشتن برای اهل بیت شاهادم نداره. آقا فردا مثلا میبینیم با، حالا تو محرم نمیگم، مثلا با جعبه شیرینی میاد تو اداره، همکارا میگن آقای فلانی شیرینی مال چیه؟ بچه دار شدم، بفرمایید. نوام به دنیا اومده، بفرمایید. شیرینی داداش هم عقدش بوده، بفرمایید، نیومدید. اما روز قدیر میاد تو کدوم اداره؟ کی؟ کدومامون برای علی ارزش قائل شدیم یه جعبه شیرینی بگیریم؟ آقا مبارکتون باشه، تولد تشیعه، تاجگذاری علیه، معرفی مولاست، بخورید نوش جونتون، دهانتون شیرین بشود و یا علی بگیم. نکردیم. ما نوامون رو از علی بیشتر دوست داشتیم، ما عقد عروسی خودمون رو بر علی بیشتر ترجیح دادیم. مسئول ثبت اسناد و ثبت احوال هر استانی بیارن بگن آمار بده بچه هایی که در امسال به دنیا آمدن و شناسنامه‌شون گرفتن چند درصد از اسامیشون اسامی اهل بیت بود. و ما میگیم نوکر امام حسینیم و حسین میفرماید اگر من خدا 100 پسر بهم بده اسمشو علی میگذارم. آقا خودشو نوکر امام حسین میدونه، اسم پسرشو چی گذاشته؟ اسم دخترشو چی گذاشته؟ حسین رو فقط تو تابلوها اسیرش کردیم، علی رو فقط تو تابلوها اسیرش کردیم. کسی که برای علی ارزش قائله اسم علی رو بچه‌ش میگذاره. همیشه هر کسی و چیزی که عزیزه به عزیزترین کس هدیه داده میشه. این انفقوا مما تحبون که فقط لباس نو به فقیر دادن نیست، یکیش هم اینه. اسم دخترت چی گذاشتی؟ اسم نوت چرا اجازه دادی اسم یه دری بری امروز بگذارن؟
برای چه اجازه میدیدی حرفا رو؟ برای چه اجازه میدیدی اسامی رو؟ اسامی که خود خارجی هاش نمیگذارن. توی خونه رفتم میگم آقا من سالی 10 شب روزه خونی میکنم، نوکر امام حسینم، کربلا رفتم، تابلوی بین الحرمین قاب شده بود تو خونش گذاشته بود، من نمیدونم آجا چقدر برای امام حسین میمیرم. خودم خب خدا قبول کنه انشالله. یک بچهش رو صدا زد زوزو. نمیگم که بخندید به امام حسین، زوزو دیگه چیه؟ یه گلی است در نمیدونم باغچه ایتالیا، گلی از گلایی هم کجاست. گفتم تو برای گل ایتالیایی ارزش قائل شدی، برای گل باغچه پیغمبر ارزش قائل نشدی؟ پس این تابلو رو بکش پایین. دروغ میگی که میگی من نوکر امام حسینم. امام حسین میگه اگه خدا 100 تا دختر بهم بده فاطمه میگذارم، 100 تا پسر بهم بده علی میگذارم. این اسمگذاری، این جشن تولد، این جشن عقد، این عروسی، این شب نشینید به ادعای نوکری نمیخونه آقا، نمیخونه. دروغ میگی. نوکر باید نشانه های مولاشو داشته باشه. تناسب حرف اول در دنیا میزنه. ای بابا بخواد مسجد بسازه، نمیره که برای مسجد ساختن نقشه خوابگاه دانشگاه رو پیاده کنه که مسجد نقشه خودشو میخواد، خوابگاه نقشه خودشو میخواد، میدون ورزش نقشه خودشو میخواد، حسینی نقشه خودشو میخواد، کلاس نقشه خودشو میخواد، هر چیزی هدفی نقشه خودشو میخواد. نقشه باید با هدف سنخیت داشته باشه. تناسب تو معماری هست، تو نوکری نیست. هر که از راه رسید من نوکر حسینم. میگه نوکری هر کسی میتونه ادعا کنه من نوکر امام حسینم. نوکر امام حسین عباس، نوکر امام حسین شعارش با شعورش یکیه. شعار نوکر حسین اینه والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا عن دینی. دستمو قطع کنید حسینمو نمیتونید از من بگیرید. این شعار این نوکر امام حسینه. حالا تو بیا صدای موبایلتو نگاه کن، به نوکریت میخوره؟ عکس زمینه موبایلتو نگاه کن، این عکسا، اون SMS ها، اون بلوتوث ها، اون عکسی که تو اتاق خوابت زدی، این دفتره، این رسم و زندگی، اینا به هم میخوره به اون شعارا؟ عباس گفت دستمو قطع کنید، نمیتونید از حسین جدام کنید. دستشو قطع کردن، تیر تو چشاش زدن، فرقشو شکستن، بدنش اربن اربا شد، اما دست از حسین بر نداشت. تو یه موبایل تو نتونستی حسینیش کنی، تو یه اتاق ده نتونستی حسینی درست کنی، تو دفتر مهندسی تو، دفتر پزشکی تو، دفتر مدیر عاملی تو، دفتر کار تو نتونستی تناسب تشیعی بهش بدی. ما نوکر حسینی؟ کدوم نوکر؟ نوکر امام حسین تمام ثانیه‌هاش مال حسینه، تمام زندگیش مال ابی عبدالله است. نوکر امام حسین پرت نداره، زندگیش فله‌ای نیست. خدا رحمت کنه مرحوم امام رو. حتی دستمال اشکش با دستمال آبریزش بینیش 2 تا بود. دستمال سفید تو جیب راستش، ببین جیباش هم راست و چپش هم دقت میکرد. چطور آدم وقتی مسجد میره پا راست، غذا میخوره با دست راست؟ خب حتی دستمالی که برای گریه برای ابی عبدالله تو جیب راست، اون دستمالی که برای آبریزش بینی تو دست چپش، توی جیب چپش. اینا خود درستش. اسم ابی عبدالله میاد تمام وجود گریه میکنه. یه شب نشد مرحوم امام
شبی نشد جامعه کبیرشو ایستاده نخونه مگر موقعی که تو بیمارستان بستری بوده. جامعه کبیره آروم بخوای بخونی حداقل نیم ساعت سرک طول میکشه. صبحی نشد تو این 84 سال عمر با برکت این آقا، صبحی نشد که این آقا روزشو بدون ضد عاشورا شروع کنه. بابا نوکر امام حسین نشونه داره. ما چی؟ خدایا به حق امام حسین نشانه های واقعی نوکری امام حسین رو در وجود ما تحقق ببخش. من میخواستم یه سری مطالبی رو که بزرگان عالم و غیر مسلمان درباره امیر المؤمنین فرمودن براتون بگم. سر صدا میاد خیلی بین آقایون. نمیشه بیان جلو، بعد اون در وا کنن همه برن بیرون تا شما بیاین تو. نمیشه عزیزم، دیر اومدی مجلس امام حسین به هم نزن. خدا خیرت بده. یه صلوات محمدی هم خط. یه سایتی است به نام گلاسبرگن images.com. گلاسبرگن مال نظریات بزرگان در مورد امیر المؤمنین و بزرگان و رهبران دینی ما. من یه چند تاشو به عنوان نمونه خدمتون عرض میکنم. ادوارد گیبون، تاریخدان، نویسنده انگلیسی و عضو پارلمان بریتانیا در قرن 18 و نویسنده کتاب معروف ظهور و سقوط امپراتوری روم. او میگه جانفشانی و پرهیزگاری علی تا به امروز بی‌نظیر بوده. او همه خصائصی چون شاعر، فرمانده، قدیس رو در بر داشته که خود این یک نکته است. کسی که شعر میگه یک روح لطیف داره، کسی که فرمانده است باید جدی باشه، کسی که قدیسه باید خیلی آرام باشه. تمام این سه خصیصه که هر کدومش با هم تضاد داره در وجود امیرالمومنین به جای خودش عالی ترین تبلور رو داشته. حکمت و فرزانگی علی همچنان در مجموعه سخنانش موج میزند و همه دشمنانش اعم از دشمنان حربی و لسانی مقهور بلاغت و شجاعت او شدند. پیامبر اسلام از نخستین ساعت بعثتش تا آخرین لحظات تدفینش همواره از حمایت و دوستی شفیقی مثل علی برخوردار بود، کسی که او را برادر، جانشین و به مانند هارون به موسی نسبت به خویش معرفی کرده. من یه نکته دیگه از کوفی عنان بگم، بقیه‌شو نمیگم، این جالبه. سیاستمدار و دبیرکل سابق سازمان ملل متحد. این خیلی مهمه، گوش کنید. این سخن علی ابن ابی طالب که میفرماید ای مالک، مردم یا برادر دینی تو هن و یا در خلقت و آفرینش با تو برابرن، باید به عنوان خط مشی همه سازمان های جهان قرار گیرد این کلام علی و همه بشریت باید آن را سلوحه رفتار خیش قرار بدن. نهج البلاغه او حاوی نامه بلندی است که نامه 53 رو میگه، خطاب به مالک اشتر هنگامی که علی او رو به عنوان جانشین محمد ابن ابی بکر به فرمانداری مصر میفرستاد. در آن نامه حضرت دستورالعمل‌هایی رو برای چگونگی ایجاد و دوام حکومتش بیان کرده. بعد آقای کوفی عنان اینو میگه اعضای کمیته حقوقی سازمان ملل متحد تصویب کردند به حضرت عباس اگه همچه حرفیو تو سازمان ملل برای عمر ابن خطاب گفته بودن، دنیا را سنیا و وهابیا گوششون رو کر میکردن، اما این حرفا برای علی زدن آب از آب تکون نخور.
و به گوش خود شیعه ها نرسید. اعضای کمیته حقوقی سازمان ملل متحد تصویب کردند که این نامه علی به عنوان یکی از منابع مهم حقوق بشر و بین الملل شناخته می شود. و همچنین سازمان ملل متحد در سال 2002 6 سخن از سخنان مولا علی رو درباره اهمیت دانش و برقراری حکومت ایدئال به عنوان شعارهای مهم این کنفرانس انتخاب کرد. امروز دنیا داره به علی میرسه، دنیا داره به سخنان علی میرسه. ماها آب در کوزه و ما تشنه لبان میگرد. همه رو میشناسیم الا علی و هر کسی رسیدیم سرمایه گذاری کردیم الا امیرالمومنین. دو زانو بشینید. معاشر الناس بی والله بشر الاولون من النبیین والمرسلین و انا والله خاتم الانبیاء والمرسلین والحجة علی جمیع المخلوقین من اهل السماوات والارضین فمن شک فی ذلک فقد کفر کفر الجاهلیت الاولی و من شک فی شیء من قولی هذا فقد شک فی کل ما انزل الی و من شک فی واحد من الائمه فقد شک فی الکل منهم و شاک فینا فی النار. آهای مردم، به خدا سوگند که پیامبران پیشین به ظهورم مژده دادند و اکنون من فرجام فلسفه ارسال رسولم و برهان بر مخلوقات آسمانیانم زمینیانم. آن کس که راستی و درستی مرا باور نکند به کفر جاهلی در آمده و شک و تردید در سخنان امروزم هم سنگ و هم وزن شک و تردید در تمام محتوای رسالت منه. هر کی قطبه قدیر من امرو رد کنه به کل نبوت من گیر داده، اونم قبول نداره، دروغ میگه که میگه من سنی رسول الله هم. و شک و ناباوریم در امامت یکی از امامان همانند شک و ناباوریم در تمام ائمه می باشد و هر که ما را قبول نکند در آتش دوزخ خواهد رفت. یعنی هر کی نگه یا علی جاش کجاست؟ تو جهنمه. حالا ولو تو مسجد الحرام شوی 1000 رکعت نماز بخونه، چون ولایت نداره نمازش تا سیبیلش هم بالا نمیره. دروغ هم میگه که من مسلمان پیغمبرم. پیغمبر میگه کسی که به سخن امروز من شک کنه به کل نبوت من شک کرده. این صریح خطبه قدیره. معاشر الناس حوانی الله عز وجل به هذه الفضیلة منا من علیم و احسانا منه الی
ولا اله الا هو الا له الحمد منی ابدا العابدین و دهر الداهرین و علی کل حال. آهای مردم بدانید خداوند عزوجل از روی من منت و احسان خیش این برتری و فضائلم به من محمد پیشکش کرده. میخواین راحت بشین راحت بشینید. و البته که خدایی جز او نیست. آگاه باشید تمام ستایش ها در همه روزگاران و در هر حال و مقام ویژه خداست. معاشر الناس، من نمیدونم با این خودتو چیکار میخوان بکنن، کجاشو میخوان بهش سیخور کنن مثل من کند مولا و بازی در بیارن. من نمیفهمم به امام حسین. من نمیدونم دیگه صریح‌تر از این. معاشر الناس فضلوا علیا فانه افضل الناس بعدی من ذکر و انثی ما انزل الله الرزق و بقی الخلق. اونا که میگن پیغمبر تو عمرش لعن نکرده بشنون. ملعونون ملعونون ملعون مغضوبون مغضوبون من رد علی قولی هذا ولم یوافقهم الا ان جبرائیل خبرنی عن الله تعالی بذلك و یقول من آدى علیا ولم یتوله فعلیه لعنتی و غضبی. در سوره 8 آیه 18 میاد پیغمبر اکرم استدلال میکنه ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان تخالفوا فتزل قدم بعد ثبوتها ان الله خبیر بما تعملون. آهای مردم علی را برتر بدانید که او برترین امامان و برترین مردمان از مرد و زن پس از منه تا آن هنگام که خدا خدایی می کند و آفریدگان پای دارند و روزیشان نازل می شود علی امام آنها خواهد بود. دور باد ملعونون، دور باد دور باد از درگاه خدا، خشم خدا، خشم خدا بر آن کسی باد که ولایت علی را نپذیرد و با علی دشمنی کنه. ای مردم جبرئیل از سوی خدا خبرم داد هر که با علی جنگ کند و ستیز کند و بر ولایت او کردن نگذارد خدا فرموده نفرین و خشم من بر او واجب خواهد شد. تو سوره هم که میخونی غیر المغضوب علیهم ولضالین، این مغضوب و ضالین کسانی هستند که گردن به ولایت علی نصب بردن و زیر بار ولایت علی نرفتن. بفهم چی تو نماز میخونی. و خدا فرمود سوره 8 آیه 18 البته که باید هر کس بنگرد که برای فردای قیامتش چه چیزی پیش فرستاده. ای مردم تقوا پیشه کنید و از دشمنی با علی بپرهیزید.
مبادا که قدماتون که با مسلمان شدنتون استوار بوده با مخالفت با علی بلرزه و به کفر برگردید. یعنی هر کس زیر دار ولایت علی نره کافره. آیاتش هم دیشب خوندم براتون، اینم عین خطبه پیغمبر. من نمیدونم چی بگم. معاشر الناس انه جنب الله الذی ذکر فی کتابه العزیز فقال تعالی مخبرا عمن یخالف ان تقول نفس یا حسرة علی ما فرطت فی جنب الله. معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آیاته وانظروا الى محکماته ولا تتبعوا متشابها فوالله لن يبين لكم زواجره ولن يوضح لكم تفسیره الا الذي انا آخذ بیده و مسعده الی و شائل بعضده و رافعه بیدی و معلمکم ان من کنت مولا فهذا علی مولا و هو علی بن ابی طالب اخی و وصی و موالات قوم من الله عز وجل انزلها علیه. آی مردم، همانا علی همجوار و همسایه خداست که در نبشت عزیز خود او را یاد کرده و در قرآن با کسی که و با کسانی که با علی دشمنی میکنن فرموده وای به حال اون کسانی که روز قیامت کارشون به اینجا برسه تو سرشون بزنن بگن ای وا حسرتا ما کم جنب الله گذاشتیم. هر کدوماتون هر کاری از دستتون برمیاد باید برای ولایت بکنید. مدیر کلی بسم الله، رئیس هر سازمانی که هستی سلوحه وظیفت معرفی علی و خدمت به ولایت علی. هر چی میخوای باش. اول علی ابن ابی طالب. پیغمبر میگه اگه مسلمان پیغمبری. و حالا که الحمدلله کمتر شده، ولی قبلا که بعضی مدیر کلا میلیونی خرج میکردن برای فلان جشنواره و برای فلان نمیدونم جشن و اینها، میلیونی مطرب وعده بگیرن، خواننده وعده بگیرن، هنرپیشه وعده بگیرن، سازنده ها بیان، تنبک زنا بیان، مطربا بیان بزنن برقصن. چه خبر فلان جشنه؟ نه، اگه قرار شد پول خرج کنی پول مطرب خرج نکن، پول به رقاص نده، پول به آوازخون نده، پول به او کسی بده که امیرالمؤمنین رو به کارمندات و کارگرات و اونایی که زیر مجموعه تو هن آشنا بکنه. هر کاری از دستت میاد برای محمد و آل محمد بکن. و الا روز قیامت یقتو میگیرن، میگن با این آیه چیکار میخوای بکنی؟ ان تقول نفس یا حسرتا ما فرطت فی جنب الله. آقای وزیر، آقای رئیس جمهور، آقای استاندار، آقای امام جمعه، آقای فرماندار، آقای نماینده، آقای مدیر کل، آقای شهردار، آقای رئیس بانک، آقای معلم، آقای کارگر، آقای کارمند، آقای روحانی، هممون کوچیک و بزرگ یقمونو میگیرن میگن برای علی چه کردی؟ چند نفر رو با ولایت علی آشنا کردی؟ چقدر پولا خرج علی شد؟ چقدر پولا خرج جای دیگه شد؟ به فکر بیفتید، من به فکر بیفتید. بدبخت نکنید آخرت خودتون رو، بیچاره نکنید آینده خودتون و معادتون رو. هر کی با آل علی در افتاد
ور افتادا خدا رو علی حساسیت داره ها، کم علی نزن، کم مولا نگذار، هر کاری از دستت برمیاد بکن. حالا انشاءالله شبای دیگه بهش میرسیم که پیغمبر میگه هر کسی منم پیغمبری قبول داره به هر کی رسید، حتی به نسل‌های بعدی، میگه حتی به بچه‌هایی که تو شکم مادران، به اون صلب‌ها، به اون نسل بعدی، هر کسی باید بگه، واجبه بگه که خلیفه بعد پیغمبر علیه، الحق مع علی. نگفتیم، کم گذاشتیم. امام شافعی رهبر سنیاست، یه جمله داره خیلی جالب، انصافا خیلی جالب، میگه در عجبم از مقام علی. شافعی میدونید سنیایی هستن که به ما خیلی نزدیکن، محبت اهل بیت هم دارن. یه در عجبم از مقام علی، خیلی نکته قشنگه، انصافا خیلی قشنگه. میگه دشمنان علی رو حقد و کینه و حسد و کبر و حرومزادگیشون نگذاشتن فضائل علی به مردم برسه، دوستان علی هم تنبلی کردن یا از ترسشون کم علی گذاشتن. با وجودی که دوست و دشمن به علی خیانت کرد، باز این همه فضائل برای علی هست. شاید کنید کل کلام امیرالمومنین نهج البلاغه است. برو تاریخ رو بخون، 100 سال یه قرن بنی امیه با حدیث مبارزه کرد و آتیش زد و هر کسی که حدیث میخوند و میکش یا تبعید میکرد. ابیذر چش بود که کشتنش، کمیل چرا کشتن، میثم چرا کشتن، حجر ابن عدی چرا کشته شد، کمیل 97 ساله چرا باید تیکه تیکه بشه؟ به چه جرمی؟ به جرم این که میگفت قال رسول الله فی حق علی کذا و کذا. حق ندارد کسی از علی تعریف کنه. دشمن کارش به اینجا رسید. خدایا این آیه 56 سوره زمر رو شامل حال ما قرار مده. حضرت فرمود، قرآن میگه تا آنکه مبادا کسی در روز رستاخیز بگوید افسوس که درباره همجوار همسایه خدا کوتاهی کردن. بعد اشاره میکنه آی مردم در قرآن اندیشه کنید، ژرفهای آیات قرآن رو دریابید، به محکماتش نظر کنید، از متشابهاتش پیروی نکنید. به خدا قسم که باطنها و تفسیر اون رو آشکار نمی کند برای کسی مگر این آقایی که دستش تو دست منه و دست حضرت علی رو برد بالا، گفت اگر دنبال قرآنم هستید اونی که آیات برای شما باز میکنه کیه؟ پس من کنت مولا هذا علی المولا. و هر کس من سرپرستشم علی سرپرست اوه. او علی ابن ابی طالب برادر و وصی منه که ولایت الهی است. اگر اون روز قدیر رو مردم به خاطر لقمه حرامایی که خوردن، به خاطر نفاقشون، به خاطر حسدشون، به خاطر کینشون، بذار حرف پیغمبر رو بزنم، لقلت المتقین و کثرت المنافقین، اگه این منافقا نبودن و گذاشته بودن حق علی پامال نشه، وقت بهتون میگفتم رشد علمی بشریت به کجا میرسه. این رشدی که ما الان داریم در بین 32 حرف فارسی به یک حرفش همه، تمام علوم بشریت که جمع کنی یه حرف از 32 حرف فارسی، یه حرف از 32 حرف. به خدا قسم اگر حق علی نخورده بودن کره ماه و کره مریخ رو در عصر علی میگرفت. 1000 سال پیش به این تکنولوژی میرسید. تاریخ رو بخونید، اولی کسی که با بالون پرواز کرد یکی از شاگردان و مسلمان ها و مریده و شیعه های موسی بن جعفر بود، اما تو کتاب نوشتن برادران رایت. او کسی که ساعت رو اختراع کرد مسلمان بود، بعد اومدن سوئیسی و فرانسوی ها دزدیدن به نام خودشون زدن. هرچی اختراع و اکتشافه شالودش مال مسلمان ها بوده. ما پشتمون به کوه. جوون ها چجوری من به شما بگم هرچه ما و بشریت بهش نیاز داشتیم و داریم
محمد آل محمد فرمود. اگر علی تنها نمیمان، اگر تناب گردن علی نمی افتاد، اگر علی رو بدون عمامه تو کوچه ها نمی کشوندنش، کی جرأت داشت زین العابدین و سوار بر شتر رو برهنه کنه؟ به من نگاه کنی، دستای به من نگاه کن. محرمه، من این حرفا رو غیر محرم نمیزنم، چون استاد ما فرمود روزه نخونید که مردم گریه کنن. مردم باید این حرفا رو بگیرن، اگه گریه کردن براشون بگید، حق اینا باید ادا بشن. تو بشینی من نگاه کنی فایده نداره، اینم ظلمه. به میدونی چیکار کردن؟ دست امام سجاد اینجوری بستن، اینطوری بستن، خب رو شتر برهنه، پاهای زین العابدین از زیر شکمش شتر. و وقتی شتر را میرفت زین العابدین گاهی میمد رو شکم شتر، گاهی میرفت زیر شکم شتر، سر زین العابدین رو زمین ها و خاکا و سنگا کشیده میره. اینجوری زین العابدین رو تا شام برده. اگه امام از سر علی بر نداشته بودن، سر بریده حسین بالا نمیرفت. به خدا قدیر رو فراموش کردن که کربلا به وجود اومد. یه جمله داره زینب 4 ساله، سیدا منو ببخشن، شال سبز منو ببخشن، امام مشکی دارا منو ببخشن، امام زمان منو ببخش. میگو وقتی خونه ما رو آتیش زده بودن، پهلو مادرم شکسته بودن، بابا ما اونجوری بدون عمامه بدون کفش تو کوچه میکشوندن، ما مستحصل بودیم چه کنیم؟ کمک مادر بریم یا کمک بابا کنیم؟ خود بچه هم زیر دست و پاهای اینها له می شدن، کتک می خوردن. چطور شد کار مسلمان ها به اینجا کشیده شد؟ السلام علیکم یا ابا عبدالله. امشب میخوای بدی خرابه یه شام؟ آره ای وای ای وای. در کتاب ستاره درخشان شهر شام، زندگی کوتاه رقیه ربانی خلخالی نوشته. میدونید اول ماه صفر، روز اول اسرا رو آوردن خرابه شام، 10 روز اونجا بودن. یه روز رقیه اومده بود دم در خرابه، مردم شامی رو نگاه میکرد، میدیدی دختر بچه ها دست باباهاشون رو گرفته. تو رو خدا امشب بلند بلند گریه کنیم. من بغض گلومو گرفتم، دلم میخواد جان شما نشسته بودم مثل شما بلند بلند گریه میکردم. امشب مجلس ما یه خبراییه. دیدید بچه ها زود با هم رفیق میشن. یکی از این دختر بچه های شامی که باباش براش لباس نو خریده بود، کفش نو خریده بود، موهاشو شونه کرده بود، جشن گرفته بودن دیگه، اسرا رو آوردن.
یه وقت چشمش افتاد به رقیه، دست باباشو رها کرد اومد پیش رقیه، سگدا در گوشاشونو بگیرد، یه نگاه به صورتش کرد، گفت چرا صورتت کبوده؟ یه نگاه به لباساش کرد، گفت چرا لباسات تیکه تیکه شده؟ یه نگاه به پاش کرد، گفت چرا کفش به پا نداری؟ چرا از پا داره خون میاد؟ اینجا هیچی نگفت رقیه. میدونید که صدای نالش بلند شد، با چشم گریون دوید تو خرابه، یه سوال کردی بچه شامی، گفت مگه تو بابا نداری؟ گفت بابام سفر عمه میگه بابام سفر رفته. گفت منم گویی بابام سفر میرم، اما هر کاری داشته باشم عمو برام انجام میده، مگه تو عمو نداری؟ گفت چرا؟ خوشگل ترین و رشید ترین و آقا ترین و مهربون ترین عموی عالم عموی منه. ها چه خبر شده امشب اینجا؟ زهرا جان اومدی مریضمون رو شفا بدیم. آی زنم، آی خانم های مجلس، تو رو به حق رقیه قسمتون میدم امشب شاده رو صورتاتون بکشی، زیر چادرها بلند بلند گریه کنید. میدونید چرا؟ آخه رقیه مادر نداره، وقتی به دنیا اومد مادرش سر زار رفت و مرد، مادر به خودش ندیدی بچه. چشم گریون برگشت پیش عمه، گفت عمه مگه ما خانه نداریم؟ عمه مگه هرگی سفر رفت نمیگرده؟ ای وای ای وای، هر جوری بود بیبی بچه رو خوابانید، همه ساکتن، سر و صدا نکنن، رقیه خواب بیدار نشه. آی بمیره. یه وقت نیمه شب صدای نالش بلند شد، عمه عمه بابام آمده بود دیدنم، عمه سر منو به سینه‌اش گرفته بود، عمه خواب بابام حسین رو دیدم، اونقدر گریه کرد خرابه پالچه گریه شد. ها یه جمله میگم به خدا دیگه توانشو ندارم. آی یزدیان من یه سوال میکنم از شما دیدید وقتی یه بچه یتیم میشه عکس باباشم برمیدارن، نگاه به عکس باباش نکنه، یاد باباش نیفته؟ تو رو خدا اینجوری نی. اما من یه بچه یتیم سراغ دارم، میخوام داد بزنی یا گریه کنی ها. میدونی چه جوری آرامش کردن؟ بمیرم سر بریده یا حسین.
اگر دست پدر بودی به دستم کجا من در خراب دیشب یادمه پارسال یادمه یه شب این شعر رو خوندم بعد یه خانمی برام نامه نوشته بود یتیمی دردوی درمان یتیمی خالی خانم نوشته بود تو رو خدای شعر رو کم در بگون چون منم یه دختر یتیم دارم سر جو دامنم بود وقتی شعر رو خوندی زد زیر گریه گفت مامان دلم برا بابام تک شده تا صبحی بچه گریه گره بابا میگو اما من میخوام جواب این خانم رو بدم خانم تو چجوری دخترت آروم کردی سیلی بهش زدی کدک زدی چیکار کردی تو هم با دخترت شروع کردی گریه کردن اینقدر گریه کرده بودی که میگم خوابش بود از گریه اما خانم چجوری دختر رو تو خرابه آروم کرده بمیرم سربوجو که کنار زد چشمش افتاد به سر بریده ی بابا صورت رو صورت بابا گذار گفت بابا خوش اومدی دستاتون رو بلند کنین اشکاتون رو پاک نکنین به خدا امشب یه خبرهاییه از مجلس که میرید بیرون امام زمان دم در ایستاده مهدی اشکاتون رو پاک میکنه سه مردمه یا حسین اسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم به حق کتک خورده از کربلا تا شام از کربلا تا شام به حق رقیه 3 ساله حسین یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک اکفنا یا قاضی الحاجات یا کافی المهمات انک علی کل شیء قدیر اللهم عجل لولیک الفرج عجل لولیک الفرج عجل لولیک الفرج اللهم عجل لولیک الفرج یا الله موانع ظهور برطرف کن مقدمات فرج فراهم کن چشممون به جمال آقامون امام زمان روشن کن قلب مقدس مهدی از دست ما راضی کن
لباس فرج بر قامت زیبای مهدی بپوشان، لباس شفا بر تن مریضای ما بپوشان، لباس تقوا بر تن ما بپوشان، سفره گناه و معصیت از زندگیمون جمع کن، سفره تقوا و پاکی و اخلاق و اخلاص زندگیمون پهن کن، ما رو متخلق به اخلاق حسنه بگردان، ما رو مروج و مبلغ مکتب ولایت علی قرار بده، عشقمون رو به علی بیشتر کن، آتش رو و چای علی زیادتر کن، بغض و کینه و دشمنیمون رو به دشمنان علی آن به آن زیادتر کن، ریشه وهابیت، بهائیت، صهیونیسم، اشرار بکن، شرشون رو به خودشون برگردن. امام عزیز، فرزندان امام، شهدامون، گذشتگانمون، مراجع گذشته، علمای گذشته، خصوصا حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی که از علمای بزرگ شیعه، از اساتید اخلاق شیعه در تهران امروز از دنیا رفتن، گذشتگان بانی، گذشتگان این مستمعین محترم، گذشتگان علمای حاضر در مجلس، پدر من ادیب، استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله امامی اصفهانی سر سفره ابی عبدالله مهمان گردان، رهبر عزیز انقلاب، مراجع شیعه، دولت و ملت، جوانهامون، مستمعینمون محافظت بفرمان، قدمها به کربلا و مدینه برسان، مرگ ما را در حال گریه کردن بر عزیز زهرا در مجالس سید الشهدا قرار بده. یه حمد شفا بخونید، خدا خیرتون بده برای شفای مریضا، و صلوات دیگری هم برای امام زمان سلامتشون ختم کن.